درود و عشق و نور خدمت یکایک شما عزیزان دل. امیدوارم حالتون خوب و خوش، سلامت و تندرست باشید. من فریبا ظهوری همراه با تیم بچه های مدرسه نور عشق و آگاهی در خدمت شما هستیم در یک صبحگاه دیگه ای از یک شنبه زیبا تا در کنار هم در روز 20 آذر 1401 مصادف با آخرین ساعات، البته 10 دیسمبر 2022 کمی صحبت کنیم، از هر دری سخن بگیم و باعث تسلی و آرامش خودمون در این جمع باشیم. خیلی ممنونم از این که تشریف آوردید تا در این هم فرکانسی با هم گپی بزنیم و حرفای به قول معروف، به قول خودتون دلی بزنیم. از بچه ها میخوام یه احوال پرسی با شما بکنن، میریم برمیگردیم و ادامه میدیم برنامه رو. به نام خداوند رنگین کمان، به نام خدای عشق و نور، درودها دارم خدمت یکایک شما عزیزان دلم و مادر فریبای عزیز و مهربانم. صبح زیبای پاییزیتون به خیر و شادی باشه و شبی آرام برای مادر فریبا. خوشحالم که یه روز دیگه در کنار هم دیگه هستیم و میخوایم از عشق و نور صحبت کنیم و اتفاقای روز. عاشقتونم. درودم. صدا نداریم از رضوان جون. شما امیدوارم که همگی روز خوبی داشته باشید. خب خیلی هم ممنون، خیلی متشکرم. دوست دارم یه کمی از عشق و محبت و مهر صحبت کنیم امروز و سعی کنیم که روزمون رو، روز شماها در واقع ساخته شه یک پروگرام قشنگم برای زمان خواب کسانی که مثل من در اون سر کره زمین هستن داشته باشیم. برداشت شماها از عشق و محبت در بین انسانها و تقدیم کردن اون به همدیگه چیه واقعا؟ من دلم میخواد که مشارکت کنیم تا هممون از هر دیدگاهی که بهش ایمان داریم، باورش داریم، نظر خودمون رو بگیم. دوستان و عزیزان، اگر دوست دارید که خوشحال میشم دوست داشته باشید، مشارکت بکنید و ممنونم نگین جان. و از عشق، انسانیت، محبت، رحم، شفقت، کلماتی که ما دوست داریم وقتی در موردش حرف میزنیم حالمون بهتر میشه. هر کدومتون که دوست داشتین میتونید صحبت کنید بعد نگین جان. درود بر شما نگین جانم، در خدمتتونیم. درود دارم خدمت شما و همه عزیزان. امیدوارم که قلب‌هاتون روشن و نورانی باشه به عشق خداوند مهربان. موضوع مهربونی خیلی یه چیزیه که من همیشه بهش فکر میکنم، به خاطر اینکه مهربونی کردن و عشق ورزیدن به، یعنی بهتره نگیم دیگران، چون فرقی بین من نوعی و بقیه وجود نداره. اینطوری نیست که من بگم من و من بگم تو، چون هممون یکی هستیم و یک درکی خیلی عمیقی لازم داره. وقتی به این درک برسیم که همه ما یکی هستیم، اون خوبی کردنه به کس دیگه ای نیست، به خودمونه، چون جوهره و ذات اصلی همه ما یکی هست. حتی اون کسی که در رفتارش داره کار اشتباه و غلطی رو انجام میده، باز هم یک گوهری داریم ما که هممون یکی هستیم، اونم یعنی مفهوم بدن دیگر ما هست. عشق ورزیدن منت نداره، یعنی کاملا بی قید و شرطه. اینطوری نیست که بگم من این کار رو انجام دادم پس تو هم باید در ازاش این کار رو برای من انجام بدی. یک کار بدون معامله، بی واسطه و بی قید و شرطی unconditional love هست که اون هم از این عشق هم از خود ما نیست، از اون نیرویی که در قلبمون هست، از نیروی پروردگار هست، چون همه ما از یک منبع و از یک وجود هستیم و بنابراین اگر به همدیگه هم خوبی میکنیم، این خوبیه در واقع خوبی به یک منبع هست. مثل این میمونه که
شاید بدن خودمون رو نگاه کنیم، یه سلول به تنهایی فکر کنه که خودش تنهایی هست، اما در یک مجموعه خیلی بزرگی قرار گرفته که تمام بدن مرتبط هست با همون یک سلول. شاید فکر کنه که یه سلول خیلی کوچیک و جزئی هست، اما همون یک سلول هم یک سلول سازنده از یک کل هست که از اون جدا نیست و هر کاری هم که انجام میده داره بر روی اون کلیت تأثیر میذاره. تأثیر عشق و مهربونی هم همین هست. جوهره ما آدم ها از عشق هست، بنابراین وقتی که به یه نفر کمک میکنیم داریم اون جوهره خودمون رو فعالش میکنیم. یه چیزی رو من اشاره کنم که گاهی اوقات چیزی که در گذشته شاهدش بودم که وقتی من به یه نفر کمک میکردم، مهربونی میکردم، میدیدم که آدم‌های دیگه در اون شرایط این کار انجام نمیدن و من ناخواسته، این اصلا به صورت عمدی هم نبود، یه مقدار دلسرد میشدم از اینکه من الان دارم این کار انجام میدم، 10 تا دیگه 100 تا دیگه این کار انجام نمیدن. اما به مرور زمان من فهمیدم که من همون یک نفری که دارم این کار انجام میدم در اون روح جمعی تاثیرگذار هست. و چیزی که دیروز خیلی جالب برای من تجربهش کردم، دیدم که آدم‌ها دارن به هم دیگه کمک میکنن، تذکر میدن که مثلا نمیدونم اینجا وای نست و در بهت میخوره یا هر چیز دیگه از یه چیز به این سادگی، و این دوباره اون امید عشق ورزیدن و محبت به بقیه رو در من زنده تر کرد. این برداشتی بود که در رابطه با سوالی که مطرح کردین در ذهن من ایجاد شد. بسیارم ممنونم نگین جان. بله، مطلب خوبی اشاره کردی، خیلی هم درست، برای اینکه ما هممون ذره ای از کل هستیم و منبع و کل عشق هست، نور هست، رحم و شفقت هست. خیلی ها میپرسن و میگن که خب پس رحم و شفقت خداوند کجاست الان در این شرایط؟ چون همه ما خطی و زمینی هستیم، خطی و زمینی هم همه چیز رو میبینیم و همه چیز رو هم اندازه گیری میکنیم. برای همین هستش که نمیتونیم متوجه بشیم که مسیر، پروسه تغییر همینطوری که همیشه بوده، همیشه تاریخ تکرار میشه و شبیه همه. همیشه برای تغییر از یک ارتعاشی به یک ارتعاش دیگه، یه عده از ارواحی که واقعا مأمورند، یعنی مأمور بودند، توی بدن انسانی میان، مثل همه انسان ها، مثل همه ما، مثل هم چیزی که ما تو بچه هامون میبینیم، تو خانواده هم، تو دوستانمون میبینیم. حالا یه خورده که بریم جلوتر، من براتون از طیف های افرادی که خانم دولارس کنن در موردش صحبت کرده بود، که خب کتابی که نوشته بود مربوط به خیلی قبل بوده، که در مورد دهه 1900 در واقع میگه، بین 1940 تا اوایل 1960 این گروهن. بعد از 1960 اونایی که متولد شدن، یه عده‌ای از اونا دیگه اصلا در قید حیات نیستن، ولی تحقیقاتی که انجام شده برای نیو ارث، اگر شما بدونید چقدر مصداق میکنه با این ارواح پاکی که به زمین اومدن در قالب انسانهای زمینی در سرزمین ما، همین بچه هایی که پرواز کردن و رفتن، اینا چه درونشون، روحشون چه افراد بزرگی بوده که در خانواده های بسیار معمولی کوچیک، در بعضیا بدون پدر، بعضیا چه میدونم در یک خانواده های خیلی خیلی معمولی، حتی نه خیلی اصلا که مذهبی نه، چون اصلا قراره این واژگون شدن و این دگرگون شدن در عصر آکواریوس به وجود بیاد، چون پایسیس عصر مذاهب و کنترل انسان بوده. وقتی شما نگاه میکنید میبینید مگه ممکنه تمام این بچه ها که کشته شدن بچه هایی هن که میرقصیدن، بچه هایی هن که آواز میخوندن، بچه هایی هن که شاد بودن، چه میدونم میخندیدن، بچه هایی بودن همشون. خب شما بذارید این پازل ها رو، اون وقت اینقدر برای من معنی میداد وقتی این مطالب رو
توی گروه های لایت ورکرها میدیدم رد و بدل میشه در مورد طیف جدیدی که نیو ارث، زمین جدید رو ایجاد میکنن و جمله‌ای که اینها از رحم و شفقت و مهر و عشق میگن و میگن، حالا کسانی که چنل میکردن میگفتن انسان به نقطه‌ای از درد میرسه که اون اوج درد بالاترین قدرت مهر و عشق رو در قلب ایجاد میکنه. شما نگاه کنید، من امروز تو محل کارم یه 2-3 تا خانم ایرانی اومده بودن و اصلا گریه هایی که مردم، اون رحم، اون همدلی، اون همشون اشاره میکردن به مثلا ویدیویی که اولین خبری که مادر محسن شکاری شنید از این که بچهش رو سر صبح، اون شیونی که بیرون خیابون، اون آهی که از نهادش در می اومد، همه گریه میکردن امروز. و بعد وقتی من اینو میذاشتم کنار صحبتهایی که در مورد این نسلی که اینا ارواح بسیار پاکی هن که در بدنهایی بسیار معمولی به این جهان میان و فقط هم یه بار به این زمین میان که وضعیت زمین رو عوض کنن به صورت پسر، دختر، جوانن، همه مثل یک لشکری از جوانان، حالا سیاره نور یا شهر عشق یا هر چیزی که شما میخواین اسمشو بذارین، هیاکل مقدسی هن که فقط یه بار میان. همانند همه کودکان گریه میکنن، دوران کودکی دارن، بدقلقی دارن، خوشقلقی دارن. و اینقدر برای من عجیب و جالب بود، یک نفری یک ویدیویی درست کرده بود که تمام بچه هایی که در واقع به قتل رسیدن در این نظام، همشون در حال رقص بودن، خوندن و رقصیدن. و یه ویدیوی کوتاه بود ولی اینقدر تکان دهنده بود و وقتی من نگاه میکردم و تطابق میدادم میگفتم خدای من، ببین اینها ارواح پاکی بودن که اومدن به این زمین تا به ما جرأت، تا به ما شهامت، تا به ما عشق، تا به ما شادی، تا به ما خندیدن، تا به ما مهر، تا به ما یاد بدن که ورق عوض بشه، تا مردم بر سر گورهایی که میکنن بایستن، موسیقی بنوازند و همه چیز در یک نسخه جدیدتری در زمین حاکمیت پیدا کنه و ما درکی قوی‌تر و عمیق‌تر از خودمون به عنوان انسان پیدا کنیم. و برای من خیلی جالبه که این نسل جدید چه نسل پرشوریه و برای خیلی های دیگه هم همین جالب بود. حتی قبل از شروع این اتفاق انقلاب، من یه روزی داشتم با 1-2 نفر از دوستانم صحبت میکردم، به همین مسئله اشاره کردیم. اینا گفتن که این نسل جدید ماشاءالله این دهه نمیدونم چی و اینا عجب بچه هایی هن فلان بسار. گفتم اینا پر از شور زندگی هن. من وقتی میرم ایران، وقتی میرم تو خانواده، تو فامیل، میبینم اینا یک لحظه نمیشینن، همش دارن موسیقی گوش میکنن، همش در شادی هن. و برای اون جمعی که من بودم داشتیم صحبت میکنم، برای هممون عجیب بود با این همه مشکلات و خفقان و فشارهایی که ماها کشیدیم که از سایه خودمون میترسیدیم. در ایران که بودم من، ماها از سایه های خودمون میترسیدیم. یعنی این گشت ارشاد اگر از چه میدونم دور میگذشت، ماها هر جا شده بود خودمون رو قایم میکردیم. اینها در نهایت شهامت، در نهایت شجاعت اصلا بی‌نظیرن. و اینکه همه اون بچه هایی که به ظاهر بچه هایی بودن که
از نظر نسل گذشته که حالا از ماها یه مقداری کوچکتر، هم سن ما یا از ماها بزرگتر، در مقام مادر بزرگ، پدر بزرگ یا یه مقداری مثلا جوانتر بودن، اینها رو شوک کردن. یعنی یه شاکینگ بزرگ بود برای همه که چطور اینا اینطور سلحشور بودن و هستن و میرن جلو. این نیرو، این قدرت از کجا میاد در این نسل؟ و برای من بسیار هماهنگ بود با طیف جدیدی که میگفتن اینها کمتر از 3 دهه هستند، 3 دهه گذشته کمتر از 3 دهه هستن، یعنی همشون برمیگردن به بعد از در واقع 1990 به بعد. یعنی خیلی جالبه که چه هماهنگی وجود داره. اینها همشون جوانن و اینها میان که زمین جدید رو و قوانین جدید رو با شجاعتشون، با دلاوری هاشون، انگار تاریخ نویسایی که اهل تفکر و قلم هستن باید ناظر باشن که این نسل جدید چه قدرتی رو به رخ این زمین و این تاریخ میکشه. در سرزمین ما اول انجام میشه و بعد میره به سمت کشورهای دیگه. و خیلی برای من دیدنی، شنیدنی و اعجاب انگیزه که چه رحمی و چه اتحادی و چه عشقی در این کالکتیو کانشسنس، در این روح جمعی داره تزریق میشه هر لحظه. و تاریکی بسیار متزلزل شده. من یه پستی گذاشتم توی اینستاگرامم. این پست مضمونش اینه که درست 15 دقیقه قبل از اینکه یک انقلابی پیروز بشه، دیکتاتورها به ظاهر در آرامترین وضعیت خودشون هستن. یعنی حتی تا 15 دقیقه قبل از واژگونی نظامشون هم همه چیز عالی دیده میشه. اینو باور کنید. خیلی از اتفاقات واقعا به دقایقی بیش نمیکشه. ما فقط از خداوند میخوایم که این مهر و عشق و حمایت صدها، هزاران، میلیونها برابر بشه و نور و روشنایی حاکم بشه بر سرزمینی که تاریکی ها اون رو تصرف کرده بودن. ازت ممنونم نگین جان، ازت سپاسگزارم. و اگر فرمایشی ندارید میریم سراغ عزیزان دیگه‌ای که اینجا هستن. خب میریم سراغ نسرین جان. درود بر شما نسرین جان، بفرمایید. درود فراوان بر شما فریبا جان. صدام هست؟ بله هست، بفرمایید. ممنون. درود بر دوستان، صبح همگی خوش. ممنونم از موضوع قشنگی که مطرح کردین. خب من این تجربه رو دارم خوشبختانه که هر جا که مهربانی هست، محبت هست، عشق هست، اونجا بهشت دیگه، واقعا بهشت رابطه هست. و من 2 تا میتونم بگم کار رو در ارتباط با آدم‌های اطرافم یا هر کسی که در طول روز باهاش روبرو هستم این روزا تمرین میکنم که به من کمک زیادی میکنه و باعث میشه که تو فضای مهربانی و عشق قرار بگیرم باشون. اول این که سعی میکنم گوش بدم. یعنی وقتی یک آدمی روبروی منه و حرف میزنه، سعی میکنم قضاوت نکنم، با ذهنم نباشم و ساکت باشم، از درون ساکت باشم و توجهم رو بدم بهش. و گاه موفق میشم که تمرکزم رو حین شنیدن به اون آدم روی قلبم بذارم. میبینم که گاه خب
ذهنم درک میکنه مثلا یک آدمی داره حرفایی میزنه که کاملا برخلاف میل منه، خصوصا این روزها که احساسات خیلی تحریک شده است و سریع خودم رو برمیگردونم و میگم نسرین فقط گوش بده، هیچ حرفی نزن و باش، فقط گوش بده، اجازه بده به اون آدم که خودش رو بیان کنه و تو حرفش نپر. با خودت هم گفتگوی درونی نداشته باش که حرف اون آدم تمام شد تو چی میخوای بگی. و میبینم که اینطور با تمرکز گذاشتن روی خودم و هوشیاریم میتونم در ارتباط با این آدم پذیرش بیارم درون خودم و محبت بیارم. دومین تمرینی که انجام میدم این است که سعی میکنم ببخشم، حالا هر چقدر که در توان من هست. اگر زمان دارم زمانم رو ببخشم، اگر یه لباس قشنگی دارم که بارها شده که چیزهایی رو که دوست دارم سخته برام، یه صداهایی در من هست که نه این احساس مالکیت طلبی دارم، اینو نبخش، اینو نگه دار برای خودت، اتفاقا اون رو میبخشم و میبینم چقدر احساس خوبی بخشیدن به من میده و بخشش به نظرم بیشتر از اون که برای گیرنده باشه برای دهنده است و فرد دهنده رو سرشار میکنه و این دوتا تمرین به من خیلی کمک کرده فریبا جان و کلی آرامش، برکت، پذیرش تو زندگی من آورده. خدا رو امیدوارم تو شکر. تمرینام رشد کنم. برای من مطمئن باشید اینطور هست، چون نگاهتون داره به تمام پدیده های اطرافتون تغییر میکنه. زمانی که انسان نگاهش به پدیده های اطرافش تغییر میکنه، درش عدالت میاد، درش اون آگاهی میاد که باید شکیبا باشه، باید صبور باشه، باید یه مقداری به دیگران حق بده، تو کفشای اون راه بره، تو زندگی اون آدم دیگه قدم بزنه، تا حدی میتونه درک بکنه و این وضعیت رو برای همه آدم ها مطمئناً آسان تر میکنه. ما همه بار یک داریم، برگ یک شاخص داریم. ما فقط برنج های مختلفی از این بدنه اصلی هستیم، شاخه های مختلف از یک بدنه اصلی هستیم که انشعاباتی داریم. تمام انسان های مثل ما که روح داریم، روح والا داریم. یعنی چی؟ یعنی اون استریم، اون نوار ارتباط کیهانیمون رو داریم و قلبمون، چاکراه قلبمون باز هست و وقتی دستمون رو قلبمون میذاریم، چشمامون رو میبندیم، حس خوش عشق، زبان عشق در وجود ما پدیدار میشه. این به ما این رو یادآوری میکنه که ما از گوهر پروردگار در درون داریم. این یادآوری میکنه به ما که ما متصل هستیم. ممکنه خیلی از آدم‌های دیگه ارواح دیگه‌ای بودن که در این زمین من بارها صحبت کردم، یک عالمم برای عزیزان توی مدرسه ویدیوهای مختلف گذاشتم، حتی اینم توضیح دادم در یکی از وایس ها، در یکی از همین برنامه ها بود. خیلی از اوقات انسان ما در این زمین اومدیم برای اکسپریانس، برای تجربه و آزمایش. این آزمون و خطا میشه تجربه های ما. به هیچ وجه در زندگی پس از زندگی شما نگاه کنید، بخونین، کتابش هست، کتاب آقای دکتر مودی هست، کتاب های دیگری هم هست، شما ها بخونید، نگاه کنید. در هیچ کدومش نگفته که کسی رو از گیس و پا و دندون و اینا آویزون میکنن، مجازاتتون میکنن. همه جا، حتی خانم دولارس کنن بعد از این همه تحقیقات، کتابی که نوشت، ببینید همه جا میگن فراینده بودن ما بر روی این زمین، ما حاصلش تمام این تجربه هاست. خدا میخواد زمین رو تجربه کنه، میخواد زندگی رو در سطح
زمین تجربه کنه، در بدنهای مختلف میاد. ولی ما حق انتخاب داریم. این بدنی که امروز میتونه معبد بشه، میتونه تبدیل به یک شیطان بشه، میتونه قیچی بشه، اون استریم کورتش، اون نوار الهیش با معبودش قطع بشه، تسلیم قدرت بشه و دیوانه بشه برای قدرت و ثروت. بله، اون وقت اینا به راحتی جایگزین میشن. من با یه گروه از سرخپوستا صحبت میکردم، میگفتن اصلا جادوی سیاه یا چه میدونم این عوض بدل کردن ها مال یک دیمنشن هایی هست. با اعتقاد خودشون، اینا از هوپی ها هستن، با اعتقادات خودشون معتقد بودن که وقتی یک انسانی شروع میکنه به اشتباه کردن، به ایجاد گناه کردن، آروم آروم اون احساس خداگونه، اون چاکراه قلب به طور کلی مسدود میشه. بعد اون استریم کورت ما، اون نوار در حقیقت ارتباط ما با کیهان قطع میشه. بله، قطع میشه. و اونها معتقد بودن که حالا اسم اونا یک نام خاصی دارن که این ارواح از شیطانن و در دیمنشن، در بعد بسیار پایینن. اینا برای اینکه نه قلب دارن و نه روح دارن، قلب نه بدن فیزیکیشونا، انرژیشو دارن، اینا میان ارواح روح افراد رو مثلا مثل ما که به زبان عامیانه میگین تسخیر شد. حالا کسی نمیگه تسخیر شده برید نمیدونم تسخیر روح کنید یا بیاین علامت صلیب بذارید طرف نمیدونم با اسم مسیح برگرده، نمیدونم با اسم الله برگرده. اینا هیچ کدوم نیست. اینا همش حرفایی که بعدش درست شده. ولی هیتلر چطوری هیتلر شد؟ اینا از لحظه‌ای که به دنیا آمدن که قرار نبوده که ایول باشن، که اینا آروم آروم تبدیل میشن. یعنی زمانی انسان تبدیل میشه که عشق رو فراموش میکنه، مهر رو فراموش میکنه، رحم رو فراموش میکنه. چرا در بعد 3 سیستم غذایی وجود داره؟ چرا تنبیه وجود داره؟ برای اینکه از باوندری انسانیت خارج نشه کسی. چون انسان در این زمین حق انتخاب داره. میتونه سریال کیلر باشه. من نمیدونم چقدر از شماها در مورد تحقیقات پزشکان آلمانی در مورد خفاش شب ایران خونده بودید. من اون زمان خیلی پیگیر بودم و خیلی مقالات زیادی رو خونده بودم. اینها گفته بودن که این آدم بسیار بیرحم شده، نه مریضه، نه 2 قطبیه، نه اسکیزوفرنیا داره، نه بایپولاره، نه نمیدونم اینه نه اونه، هیچیش نیست. این یک کاری رو انجام داده، یک بار یه پولی رو به دست آورده، طلایی رو دزدیده و یک رفتار شیطانی رو تجربه کرده، اونم ریپ کردنه. چون حالا من بعداً براتون از این دوران گذار بگذریم، چون الان هیچ کدوم شما در شرایطی نیستید که بخواین چیزهایی رو ببینید که بیشتر از این شما رو ارتیدت کنه، شما رو ناراحت کنه، شما رو آزار بده. ولی بعداً تحقیقاتی که در زمینه روانکاوی‌های اجتماعی و روانشناسی دنیا وجود داره، روانپزشکان دسته‌بندی‌هایی که کردن شگفت‌انگیزه که انسان با انتخابش میتونه همه ارتباطش رو با خداوند قطع کنه. برای همین میگفتن که مثلا شما 10 روز مثلا بیرون نیا از خونت، یا رفتارتو درست کن، یا 10 روز باید بری کار سخت بکنی کنار آدم‌های مریض یا چه میدونم ناتوان
پرکار، کسانی که تو معدن کار میکنن، بری و رنج رو تحمل کنی، برای اینکه ما در دوالیتی زندگی میکنیم در این جهان. خفاش شب رو تحقیق کردن، دیدن هیچ چیش نیست، فقط دیگه انسان نبود و بسیار باهوش بود، بسیار از یک ضریب هوشی بالاتر از ضریب هوش نرمال انسان ها برخوردار بود. چون دکتر آلمانی میگفت وقتی که من شروع کردم باش به حرف زدن، گفت راحت باشید من به راحتی آلمانی حرف میزنم. گفت ازش پرسیدم چطوری آخه؟ گفت با کتاب سفر. این کتابای سفری هستش که میرن که یه کشور دیگه مثلا 4 کلمه شون رو بتونن بگن، که مثلا چه میدونم برن اسپانیش یاد بگیرن یا جرمن یاد بگیرن، که بتونن مثلا مسافرت که میرن بگن آقا من مثلا یه لیوان آب میخوام، یا مثلا من میخوام غذا بخورم. میگفت من یه کتابی، میگفت دکتر آلمانی میگفت این حیرت انگیز بود برای من، چون آلمانی رو جوری حرف میزد که انگار یه کس خارجی که در آلمان مثلا سالها زندگی میکنه، اکسنت داشت ولی بسیار خوب حرف میزد. یه چیزی در نیروهای درونی انسان وجود داره که کمال قدرت انسان درش هست. حالا این کمال قدرت میتونه در شجاعت انسان، در یک حرکتی درست، در یک اندیشه پاک باشه، که همون قصه کاوه آهنگر یا چه میدونم بچه های امروز خود ما. و میتونه در جهت منفیش باشه، بیت رهبری، حوزه علمیه که از توش کیلو آدمای این مدلی میان بیرون، در جهت منفیش هم میتونه باشه. پس بنابراین وقتی که ما نگاه میکنیم که چیو داریم تو خودمون تقویت میکنیم، به همین راحتی اتفاق میفته. این یه آمار جهانیه که اخیراً، نه حالا دیروز ولی چندین سال پیش در موردش تحقیقات گسترده‌ای شد. من یه مستندی رم که نگاه میکردم در مورد یه مردی بود که اینم سریال کیلر بود، آدم میکشت و وقتی که کسانی که در واقع اینو تراپی کردن قبل از اینکه حبس ابدش کنن برای همیشه توی سلول انفرادی زندگی کنه، بهش گفتن، یعنی اومدن بیرون و اعتراف کردن که این هیچ بیماری نداره، مغزش بسیار سالمه و ازش میپرسیدن آیا تو دچار احساس رقت، ناراحتی؟ گفت من هیچ احساسی بهم دست نمیده، من فقط میدونم که باید میگرفتمشون، ببخشید، یا ریپشون اگه زن بودن، مرد بودنم میکشتمشون. خب اینا دیگه اصلا هیچ کانکشنی با خداوند ندارن، اینا چاکرای قلب دیگه ندارن، این که چرخیده چپ راست بالا و پایین دیگه نیست، اینا قطع میشه، تهی میشن و هر نیروی دیگه‌ای در این کالبد میتونه تغذیه کنه از این کالبد، چون کالبد انسان مرکز، یعنی سورس تغذیه زمینیه. این جایگزینی میتونه از هر دیمنشنی، از هر سیاره دیگه، از هر جای اتفاق بیفته، به همین سادگی. برای همینه ما باید مرتب کلمه عشق رو تکرار کنیم، ما باید مرتب با مهر و مهربانی با هم صحبت کنیم، به هم تقدیم کنیم عشق رو، مهربانی رو. برای همینه که این همه آزمایش انجام دادن، مولکول‌های آب تأثیر میگیره از کلمات. چطور میشه بدن انسان با این مکانیزم پیچیده و شگفت‌انگیز نیاز نداشته باشه به عشق؟ قطعاً ما هر روز باید اول عشق بنوشیم، عشق بخوریم، در عشق زندگی کنیم
با عشق ارتباط داشته باشیم و عاشقی کنیم. نگاه نکنید در این عرصه حساس زندگی ما داریم درد تجربه میکنیم. تمام اینها برای این هست که ما عشق تولید کنیم از همه این دردها. خیلی معذرت میخوام نسرین جان که حرف شما رو قطع کردم، ولی همین شماها که شرکت میکنین کمک میکنید به من تا من بتونم در مورد مطالبی که از دل سخنان زیبای خود شماها در میارم بحث و گفتگو کنم. در خدمتتون هستم، بفرمایید. زنده باشید. فریبا جان، همین الان داشتم وایستون رو گوش میدادم. امروز 4مین روزه که دو روز سمت چپ سرم درد داشت، بعد سمت راست، ولی دردیه که این بار قابل تحمله. یعنی کارامو انجام میدم، میگم اب نداره، این دردم زمان خودش میره. و الان کف دستم رو گذاشتم روی قسمتی که درد میکرد و گفتم دوست دارم، عاشقتم، یک روز تو هم شفا پیدا میکنی. همه ما قابلیت شفا دادن به خودمون رو داریم. از فقدان چیزهایی که داریم درد میکشیم. اگر اون درد در نواحی مختلف بدن ما هست، قطعاً از کمبودهایی، از تراماهایی، این رو باید یاد بگیریم که چطوری تمیزش کنیم و پاکش کنیم. خیلی ممنونم نسرین جان. امیدوارم. خواهش میکنم. من فقط یه جمله اگر اجازه بدید. بله بفرمایید. خواهش میکنم. بله، من زنده باشید. فقط خواستم احساس قدردانیمو بگم که بسیار سپاسگزارتونم از ادمینای عزیز، از همه دوستانی که دست به دست هم دادیم و یک فضایی ساختیم که در جهت رشد، در جهت عشق، در جهت زندگی سالمه. من تغییر خودم رو، تغییر حالتهای درونیم رو تو این 1-2 ماه اخیر خیلی خوب دارم میبینم که چقدر امید پیدا کردم، چقدر انگیزه دارم هر روز صبح بلند میشم برای یاد گرفتن، برای بخشیدن، برای میدونید ارتقای سطح آگاهیم، برای شادی. و علیرغم همه مشکلاتی که هست نیرو و امید و انرژی خوبی رو احساس میکنم و خیلی خوشحالم عزیزم که اومدم اینجا و به شما پیوستم و بسیار سپاسگزارم. خدا رو شکر. از شما ممنونم، سپاسگزارم. خیلی ممنونم از مشارکتتون. در خدمت سینا جان هستیم. ببخشید من معمولا از بچه ها سوال نمی کنم، اینایی که به صورت ادمین میان. صدای یکیتون در اومده، کدومتونید؟ باران هستم. من میخواستم بگم که واقعا عشق یه چیزیه که اصلا ما ازش ساخته شدیم. یعنی خدمتگزاری، مراقبت از همدیگه و حتی سیاره زمین، ما برای این ساخته شدیم. و توی کتاب ماوراءطبیعی شدن خیلی جالبه، میگه که اگه عشق بود چی کار میکرد. یعنی هر روز بیایم از خودمون بپرسیم که حالا اینجا مثلا چی میشد اگه من اینجا عشق بدم، چی کار میشه کرد. عشق هستی واقعی ماست و این همون آینده‌ایه که ماها در حال ساختش هستیم. آینده‌ای که قراره که همه ما ماوراءطبیعی میشیم و هستیم الان. و وقتی که من عشق میدم، یعنی اول حال خودم رو دارم خوب میکنم. من خودم اینجوری هم که وقتی به یکی محبت میکنم یا مهربانی میکنم یا همدلی میکنم، یعنی در نهایت خودم ساتیسفاید میشم به قول شما. بعد و در روزهایی که همراه با همه چی هست، میبینم چقدر ما دست در دست همدیگه با همدیگه متحد شدیم. یعنی این وحدت رو میبینیم بدون از جنسیت، بدون از هر چیز دیگه، به هم بدون اینکه اصلا نگاه کنیم که حالا طرف مقابلمون کی هست. فقط میخوایم به اون آدم هست که عشق هست برسیم و ایرانمون رو نورباران پر از عشق.
عاشقتونم. خیلی ممنونم. بله بسیارم لذت بردیم. ممنونم. بچه‌هایی که اینجا این گیر افتادین نمیتونید صحبت بکنید به عنوان ادمین، اگر میخواین صحبت بکنید بعد از سینا جان که صحبت میکنن شما هم میتونید همینجوری مثل باران جان بگید. ممنونم باران جان، ازت سپاسگزارم. خب میریم سراغ سینا جان. درود بر شما. درود بر شما مادر جان، درود بر همه نورکاران ارتش نوری که اینقدر با عشق این روزا فعالن و تلاش میکنن. دست کنم چقدر هوشمندانه شما موضوع انتخاب میکنید مادر. خیلی سخته که این روزا مثلا بخوام در مورد عشق صحبت کنم، اما گفته میشه که ما با عشق به دنیا آمدیم. کاش که به ما دین یاد نمیدادن، اصلا هیچ چیزی به ما یاد نمیدادن، میذاشتن با همون دین عشق که به دنیا آمدیم میومدیم بالا و احتیاج به چیزی هم نداشتیم. میشد واقعا زیبا زندگی کرد. من یه نوه‌ای دارم که هنوز 3 سال نداره. این پریشب اومده بود اینجا با پدر مادرش، خیلی بازی گوشی میکرد اینا و من در حد یه بچه 2-3 ساله خودم میارم پایین و باش عاشقانه بازی میکنم، کودکانه بازی میکنم. وقت که میخواستم پدر مادرش برن بچه نرفت و من میخوام اینجا بغل بابایی بخوابم. اینجا مون پیش من و شاید 10 بار بیشتر دست کشید به صورت من و دائم میگفت دوست دارم. من تو این درسایی که گرفتم از مدرسه از شما مادر مقایسه میکنم تو جامعه. ببینید وقتی که انقلاب شد من دقیقاً سرباز بودم و خدمت من نیمه تمام ماند که الان دارم انجام میدم بقیه خدمتمو. اونجا پدر تاجدار گفت من صدای شما را شنیدم، صدای انقلاب شما را شنیدم. حالا نمیخوام وارد بحثش بشم و بخشید، رها کرد، اجازه نداد به یکی از این شاهزاده هایی که تو ایران داشتن زندگی میکردن گلوله بخوره. وقتی دشخیم باورش اینه که همه مردم تو تاریکی هن و اشتباه دارن میکنن، اون یک نفر میفهمه و خودشو محور زمین میدونه و خودشو حاکم مطلق میدونه، این استبداد اینجوری شده که امروز گریبانگیر این کشور شده. ولی مردم چقدر هوشیارن. مثلا من میان روزا میرم و میسن کنار خیابون 4 تا 5 تا 10 تا جمع میکنم دور هم وای میستیم اجتماع میکنیم بدونی که شعار بدیم، بدونی که بخوایم یه رفتارهایی بکنیم که 2 دست اونا بدیم. همینی که اینا دوست میدارن که وارد تن به تن شدن مردم بشن، مردم انقدر با عشق و هوشیار و آگاه هستن که این حربه رو از دست اینا گرفتن و نمی کنن همچین کاری. فقط به شکلای انسانی با عشق دارن رو این قدرتی که اینا مانور میدن اینطوری هوشمندانه مبارزه میکنن. این عشق و این عشق روز به روز داره گسترده تر میشه و چقدر زیباست که ما این درس ها رو اینجا از شما میگیریم مادر. امیدوارم که همیشه این جوشش در شما باشه، این نور پراکنی باشه و ما بتونیم اینجا استفاده ببریم تو این روزای سخت، تو این روزایی که اینقدر درد مشترک داریم، اینقدر
عشق داریم نسبت به هم دیگه و این صحنه ها رو میبینیم، با عشق اشک میریزیم و دعا میکنیم و نور میفرستیم. ازت ممنونم سینا جان، ازت سپاسگزارم. خواهش میکنم. در نور باشی، خیلی ممنونم. واقعیتش اینه که همه ما میدونیم که در واقع مسیر گذر هستیم و این گذار یا گذر باید طی بشه. با یکی از این دوستان آمریکاییم داشتم صحبت میکردم، میگفتش که معنا دادن به همه چیز توسط انسان بوده. از روز اولی که زمین خلق شد با همه تغییراتی که در زمین اتفاق افتاد، مسیر خودش رو داره میره. زمین داره همچنان زندگی میکنه. انسان‌ها در هر دوره‌ای با هویت زمین به زمین یک معنای جدید بخشیدن که اسمش شد تمدن، که اسمش شد درک، که اسمش شد نسل، که اسمش شد هر چیزی. و زمین همچنان داره میگذره و تاریخ همچنان داره تکرار میشه. باز منو برد به یاد یکی از همین ویدیوهایی که در مدرسه است که تمام نقوشی که در تمدن‌های کهن، مثلا در تمدن اون زمان شرق در چین بوده که امروزه چین هست، بر زیر پای اون شیر، اون گل زندگی بر روی اون گوی طراحی شده. عیناً اون بر روی یه سنگی که به نظر میاد که با یه دستگاهی در واقع سنگ رو داغ کردن و این گل زندگی رو گذاشتن در پیچو ماچو فکر میکنم، یا در یکی از شهرهای کشورهای آمریکای جنوبی. وقتی نگاه میکنیم میبینیم تمام قصه، تمام تاریخ هی تکرار میشه و در لایه ها و پوسته هایی هی عین یک سناریویی که مثلا ما یک صفحهشو میبینیم، یک صحنهشو میبینیم، بعد دوباره مثلا برمیگرده به یک جای دیگه، دوباره اون صحنه رو نشون میده در یک سرزمین دیگه، عیناً اون رو میبینیم. چه میدونم جنگ جهانی دوم رو میبینیم، کشورهایی که جنگیدن، خاطرات، احساسات، قلبها، خداحافظی‌ها، عشق‌ها، جنازه‌ها، زمینی که در آغوش گرفت هزاران هزار، صدها هزار جنازه رو، کشتارهای دست جمعی، شکست‌ها، پیروزی‌ها، همه اینا مال عصر پایسیس بود و عصر پایسیس تموم شد. دوره کنترل بشر تموم شد. دوره‌ای که با سابلمنال ها بشر، با کمترل ها بشر کنترل می شده تموم شده. بشر داره عبور میکنه و در این کالکتیو کانشسنس، در این خرد جمعی، یه آگاهی مثل بارش باران داره بر سر و روح و قلب و روح و جسم و جان بشریت وارد میشه، چه بخوایم چه نخوایم. اون عده‌ای که نخوان انتخاب کردن، اون عده‌ای هم که بخوان انتخاب کردن. با فوتانی کردن بدن مسیر سریعتر اتفاق میفته. زمانی که بشر یاد میگیره آموزه های بشر از زندگی و ارتباط با تمامی این هستی آغاز میشه و یاد میگیره که همه چیز در این جهان انرژی داره، یا به اصطلاح نیاکان، نه نیاکان عصر پایسیس، منظورم به نیاکان خیلی قبل، تمدن‌های کهن که معتقد بودن حتی روح دارن. سنگ هم روح داره، رودخانه هم روح داره، درختان هم روح دارن. امروز روز علم داره به ما نشون میده که همه
این هستی انرژی داره و طبق این انرژی در حال فرستادن سیگنال به هم و به همه این موجودات و این کائنات هست. امروز روز ما دیگه میدونیم برای تمیز کردن و فوتانی کردن بدنمون چی کار باید بکنیم. اونایی که نمیدونن و نمیخوان بدونن در اون هولوگرام گیر میکنن. شاید چندین بار دیگه یا چند صد بار دیگه باید زندگی زمین رو در این هولوگرام تجربه کنن. هر باری که میان شاید اصلا این زمین نباشه دیگه، شاید یه زمین دیگه. همینجور که مایانها در عصر و زمان خودشون، زمانی که انرژی زمین دراپ کرد و افتاد رسید به بعد 3، تمام اون فناوری ها و تکنولوژی ها و چه میدونم دسترسی به اون هوش و آگاهی که ورتکس مغز اونها قابلیت تلپاتیک بسیار بالایی داشت، جوری شد که بشر امروزی تبدیل شدن. بالا همه معتقدن که سیل یا طوفانی اتفاق افتاد که زمین رو آب گرفت و تمام شواهد هم نشون میده که زمین تا چقدرش، همینجور که پیرامیدها رو، هرم‌ها رو در اعماق اقیانوس‌ها پیدا میکنن، پس یه زمانی هم اونجاها خشکی بوده. اون عده‌ای هم که ناپدید شدن معتقدن که در قلب زمینن یا در سیارات دیگه رفتن. همچنان این اتفاق تکرار میشه هر زمانی که زمین تغییر میکنه. یک کلپس توی انرژی اتفاق میفته، از دل زمین دیگری ایجاد میشه که همین یک هولوگرافیک جدیدتری رو، یک جهان هولوگرامی جدیدتری رو ایجاد میکنه. بنابراین برای هر تغییری که به اراده خداوند فراخوان شده و ما شنیدیم حرکت میکنیم، به درستی درکش میکنیم، نه خودمون نه دیگران رو قضاوت میکنیم و به درستی درکش میکنیم و جلو میریم. برای اینکه بدونیم وظیفمون در این مقطع از زمان چیه، باید یه مقداری از روزمرگی ها فاصله بگیریم و مراقبه و مدیتیشن زیاد، همون مدیتیشن منظورم همون مراقبه است، زیادتر انجام بدیم. باید بیشتر با خودمون مماشات کنیم. همین حرفی که نسرین جان زد، میگه امروز دیگه وقتی یه نفر حتی برخلاف من داره حرف میزنه، میگم از این مانکی مایند خودم میام بیرون که حتی شروع نکنم به این که فکر کنم چطوری باید گارد بگیرم، چی باید جوابشو بدم. در یک لحظه رهاش میکنم و میبینم چه آرامشی حاکمیت پیدا کرد برای خودم. حالا در هر حالتی، من نمیگم یه جوری هم ول بکنیم که دنیا رو آب ببره، نه، اون وظایف انسانیمون رو برای همین تغییر و همین در واقع انتقال به درستی انجام میدیم، ولی در عین حال شاهدیم و میدونیم که داره چه اتفاقی میفته و ما داریم چه دگردیسی رو تجربه میکنیم، چه دگردیسی بزرگی رو داریم تجربه میکنیم. بسیار ممنونم از همه شما عزیزان. خب میریم سراغ شمیلا جان. سینا جان اگر فرمایشی نداری دیگه میریم سراغ عزیزان، خاطر اینکه فرصتمون کمه. یه چیزی هم یه آن اومد توی ذهنم که داشتم الان وسط صحبت میکردم، گفتم اینو یادم باشه. امروزم زمانی که داشتم مسیر برگشت بودم به سمت خوننی، من هنوز در دیشب شما هستم، هنوز من به فردا نرسیدم، بنابراین من هنوز در شنبه هستم. داشتم برمیگشتم به سمت خونه، چون خیلی دیر زمانی نیست که رسیدم خونه از محل کارم. داشتم برمیگشتم، گفتم چقدر جالب، یه چیزی بعد در ذهنم اومد، حالا اگر یادم اومد براتون میگم. در رابطه با
تغییرات کنونی زمینه که ارتعاش زمین فکر میکنم در رابطه با شمان بود. حالا فکر میکنم یادم بیاد که براتون حتما بگم. میریم سراغ شمیلا جان. خیلی ممنونم سینا جان برای خاطر موضوع خوبی که شما صحبت کردید. درود دارم خدمت فریبا جان. فریبا جان صدای من داری؟ بله بفرمایید شمیلا جان. خیلی هم خوشحالیم. قربان شما. منم خیلی خوشحالم که صدای شما رو میشنوم، صدای شما و دوستان عزیزم. خیلی دلم براتون تنگ شده بود. خواستم فقط یه سلامی بگم چون یه غیبت طولانی داشتم. خیلی غیبت خیلی طولانی، یه ذره دو ذره نبود، خیلی بود. خیلی طولانی بود دیگه، دست من نبودش دیگه. ما خودمون رو به کائنات سپردیم، اون تصمیم میگیره بر ما که ما چی کار کنیم. ولی من تا اونجا که میتونستم سعی میکردم، چون زمانا اصلا نمیخورد توی سفرام، ولی تا اونجا که میتونستم سعی میکردم که بیام توی تلگرام و بخونم مسیجا رو و تقریبا با شما باشم. و الانم انقدر خوابم به هم خورده که ساعت هر روز یعنی هر شب نصف شب ساعت 3 صبح بلند میشم. الانم دارم یه شیرینی خیلی خوشمزه درست میکنم، البته امتحانیه. اونجا یه چند تا شیرینی دیدم، الان دارم امتحانی درست میکنم که به زودی اینو به صورت ویدیو در بیارم که دوستانم ازش استفاده به دستانت پر از عشق، پر از ثروت و روزی، پر از اتفاقات خوب، پر از عشق، پر از نور. خیلی ممنونم از این که به فکر مدرسه آگاهی از تغذیه سبزم هستی. ولی شمیلا جان خوب شیرینیات پر و پیمونه. یعنی من فکر میکنم تمام کسایی که غر میزنن برای اینکه لاغرن و وزن از دست دادن باید شیرینیای مدرسه رو برن و درست کنن و ببینن چه کالری بالایی داره و چقدر چاق کننده است حسابی. فریبا جان درست میگین شما، خیلی پرپیمون هستش. ولی مثلا من خودم مثلا یه دونه دمنوش که میخورم اینا رو همه رو تیکه تیکه در میارم، مثلا یه دونه 1 یا 2 تا حبه قند اندازه اونا درست میکنم. نه میگم اتفاقا خوبه برای کسانی آره برای کسانی که وزنشون پایینه، همش شکایت میکنن از اینکه اتفاقا یکی از خانوما میگفت که این نونی که شما درست کردید که همش از مغز هاست، اون وقت این خطرناک نیست اینقدر زیاد مغز بخوریم. بعد یکی دیگه از عزیزان از ادمین های محترم گفتن که خب قرار نیست که یه بسته بزرگ نون توست رو بخورید 2 تا برگ میخورید. ولی میدونین چیه؟ ما چی رو نمیبینیم؟ ما اون آردی که توش این همه کثافات اضافه شده، این همه تراریخته بلیچ و این همه بلا سرش اومده و تمام حجم نونهایی که دارن مردم میخورن همش غلاته، اینو نمیبینیم که اون با بدن چه کار میکنه. شما اگر یه نونی هم بخوایم بخورید که با آرد بادام باشه به مراتب خطرش کمتر از نونی هستش که با آرد گندم. بله در خدمتتونیم شمیلا جان، بفرمایید. دقیقاً همینطوره فریبا جان، ولی متاسفانه خب یه مقدار ناآگاهی زیاده. مثلا من این شیرینیایی که خودم درست میکنم یا مثلا بچه‌ها توی تلگرام ویدیو میذارن، اینا رو که مثلا من درست میکنم خب سعی میکنیم پر محتوا سیر کننده باشه و خیلی هم خوشمزه است. من مثلا اونجا که بودم خب من چیز دیگه تقریبا خامگیاخوار بودم، خب خیلی دعوت میشدیم این ور اون ور و همه دلشون میسوخت، ولی من انقدر توی دلم برای اینا دلم میسوخت که اصلا شما باور نمی‌کنید. میدونم اصلا اینو که گفتی یه دفعه برام اتفاقا یکی از دوستام چند وقت پیش به من گفت وقتی تو کنار من نشستی احساس میکنم یه آدم روزه‌دار کنارم نشسته. گفتم ایوا چرا منم دارم میخورم بود؟ گفت نه احساس ناراحتی بهم دست میده که من دارم مرغ میخورم. گفتم اگه تو بدونی من چقدر بیشتر احساس ناراحتی بهم دست میده
حاله که تو داری مرغ میخوری بر سلامتیت و متوجه نیستی که داری چی میخوری تا اینکه تو احساس ناراحتی. ببین چقدر متفاوت این پرسپکتیو ما، این چشمانداز ما به این جهان هستی از همین چیز ساده. میبینی؟ بله. اتفاقا من وسایل حجامت هم با خودم برده بودم، چون این از من خواسته بودن که با خودت بیار. بعد همشون به صف وایساده بودن، بعد میگفتن ما رو حجامت کن. گفتم شما که دلتون واسه من میسوخت، حالا چرا شما تو صف وایسادین همتون این حجامت کنین؟ دقیقا همینطوره، چون واقعا به نظر من اصلا نمیخوان برم دنبال این که آگاه بشن اصلا چی دارن مصرف میکنن. مخصوصا امریکا به نظر من از نظر تغذیه خیلی وضعش خرابه. بله، امریکا یکی از بدترین، یعنی خود امریکایی‌ها میدونن اینو که خیلی هاشون میگن، ولی انگار که تو خواب مغناطیسی هن، مثلا میگن خب دیگه همینه دیگه چیکار کنیم، آخرش هم همه بالاخره همینا رو میخوریم میمیریم و یعنی براشون خیلی عادیه و میگن البته فریبا جان میونه کلامت، البته این غذاهایی که میخورن به این سمت کشیده میشن، چون کسی که این غذاها رو میخوره اصلا قدرت فکر کردن بله اصلا غده پینال تبدیل به سنگ میشه، غده پینالی دیگه وجود نداره، تبدیل به ماشین میشن، یعنی در واقع تبدیل به ماشین میشن و این سابلمنال ها توی رادیو تلویزیون مرتب از کار کردن هارد ورکر رو، چه میدونم آدمای سخت کوش رو تعریف میکنن، یعنی آنچنان تبدیل به ماشین شدن مردم در آمریکا که حالا جاش نیست الان، ولی واقعا جای نگرانی داره برای نسل‌های آینده اینجا. خب در خدمتتونیم. دقیقاً همینطوره. و یه چیزی که شما داشتید میگفتید راجع به آگاهی که الان واقعا ما احساس میکنیم که این اتفاقات خوب، حالا درسته که به این شکل شده، از ایران میفته، ولی آدم وقتی نگاه میکنه میبینه که خیلی مردم ایران از لحاظ آگاهی بالاتر از اون طرفی ها هستن. بله خیلی اصلا عرفان مردم ما، درک مردم ما با عرفان و درک و سطح هوشیاری مردم آمریکا، اصلا عرفان غرب و عرفان شرق رو تا شما در غرب زندگی نکنی متوجه نمیشی که شما این 4 تا دانشمندی که این 40 تا دانشمندی که تحقیقات کردن، حرفای بزرگ میزنن، نویسنده های بزرگی هن، تحقیقات گسترده کردن، در مقایسه با کل آمریکا قابل شمارشن، ولی ما در جامعهمون خیلی متفاوته. خیلی مثلا من 1-2 بار اونجا تظاهرات رفتم، با ایرانی‌ها صحبت می‌کردم، یه جورایی اصلا همشون یه حرف می‌زدن، میگفتن که ما اصلا دیگه نه خدا میشناسیم نه دین و نه ایمان. بعد من تو اون فاصله خیلی کم با چند نفرشون صحبت کردم و براشون یه توضیح دادم، خیلی براشون جالب بود و آخر سر اومده بودم به پسر من میگفتن نیما اصلا مامان تو توی همین فاصله چند دقیقه ما رو دگرگون کرد. یعنی متوجه شدم که واقعا اصلا این آگاهی، حتی ایرانیایی که اونجا هم هستن، که خب ایرانی‌ها خیلی باهوشن اونجا هستن، اونا هم تحت تاثیر همون ناآگاهی‌ها قرار گرفتن که بله محیط دیگه شما رو محیط. ولی ببینید من به یه چیزی اعتقاد دارم و اونم اینه که ما از مردم سرزمین شرق چاکرای 8مون نسبت به مردم در سرزمین غرب بسیار بسیار قدرتمندتره. حالا دلایلم رو دارم، دلایل بسیار زیادی روی این کارم خیلی تحقیق کردم. قسمتی که لاجیک و قوانینه مردم غرب بسیار پایبندن بهش. چرا؟ برای اینکه به سابلمنال ها عادت کردن. یعنی طبق یک قانون، شما رانندگی در آمریکا رو دیدید دیگه، اگر یه دفعه نگاه میکنید میبینید همه در یک لین دارن رانندگی میکنن، هیچکی نمیره لین مثلا سمت راست یا چپ، 5 تا لین همه روی لینن. چرا؟ چون همه فکر میکنن یه دلیلی داره که همه اینجان، پس ما هم همینجا وایسیم. من
بارها، یعنی همیشه این کارمه، از لین چپ یا راست دیگه سبقت میگیرم میرم، یهو میبینم وقتی من رفتم پشت من 10 نفر 20 تا 100 تا ماشین دیگه میان. چرا؟ برای اینکه دیدن یه نفر دیگه جرأت کرده، پس راه مسدود نیست، یا اگه مسدود باشه هر جوری که اون راه پیدا میکنه ما هم پشتش پیدا میکنیم. ولی ما در ایران، در کشور خودمون نگاه کنیم تو این 43-4 سال مردم چطوری زندگی کردن. یک روز مردم آمریکا نمیتونن یک روز مثل مردم ایران زندگی کنن، حتی یک روز، یعنی یه 24 ساعت اون شبش نمیتونن بخوابن، کابوس میبینن. ولی نگاه کن و مقایسه کن قدرت مردم و تشخیص. و نبایدم خیلی، من میبینم تو بعضی از مثلا رسانه ها به مردم به هم ایراد میگیرن، به هم حرف میزنن. ما تحت فشاری که توی کشورمون قرار گرفتن مردم، اون آزار روانی، اون کنترل. به یه آمریکایی میگی ما توی کشوری زندگی میکنیم که به ما میگن چی باید بپوشیم، دهنشون باز میمونه، یا چی نباید بپوشیم میگن Are you kidding me؟ داری با من شوخی میکنی؟ توی این قرن؟ میگیم آره مثلا اینجوریه، یکی دیگه باید برای ما تصمیم بگیره. بعد میگن خب اگه اینطوریه بچهای خودشون چرا؟ خب ما بهشون میگیم بچه‌هاشون اینجا، خب بچه‌های خودشون چرا اینجا هر جوری که دلشون میخواد زندگی میکنن؟ میگیم نه، فقط توی اون رلم، توی اون قلمرو برای قدرتشون. و همین مردم، همین بچه‌ها تمام ترس‌های 44 ساله پدران و مادران و پدربزرگا و مادربزرگاشون رو تبدیل به شجاعت کردن. درست. فقط فریم جان، من یه چیزی که خیلی بهش معتقدم و خیلی دربارش فکر کردم اینه که خب یه چیزی که به نظرم مسلمه اینه که همیشه سختی‌ها باعث رشد میشه. البته نه همیشه، به خاطر اینکه اگر باعث رشد نشه ممکنه آگاهی اگر نباشه تبدیل به افسردگی بشه و خیلی ناراحتی‌های دیگه. ولی خب همیشه نشون داده سختی‌ها در مقابلش رشد آورده. بله. و این به نظر من مردم ایران به خاطر همین سختی‌هایی که تو این 40 و چند ساله کشیدن باعث شده که این همه رشد بالایی پیدا کنن. من قبول دارم 100%. اصلا این جهان، این هالوگرامی که ما داریم توش زندگی میکنیم بر این اساس طراحی شده. اصلا برای همین ما داریم عبور میکنیم. برای همین دقیقاً. چون بله بفرم. راحتن، اینقدر با قانون زندگی میکنن و راحت دارن زندگی میکنن. مثلا من دخترم چند روز پیش باش صحبت کردم، گفت اصلا باورت میشه چون زندگی تو استرالیا فوق العاده راحته، خیلی راحته. میگفتش که بالاترین رقم افسردگی به خصوص تو بچه‌ها آمارش توی استرالیا بوده، یعنی اینقدر بالا بوده و خیلی جای تعجبه. یعنی کشوری که این همه مردم راحتن و بچه‌ها باید این همه آمار بالای افسردگی رو داشته باشن، واقعا آدم حیرت میکنه. بله، هم نظامه و هم تغذیه است. ببینید به زودی بعد از این جنگ و گریزها در سراسر جهان یه تحولی در تغذیه و دانشش، یعنی خردش و اون آگاهیش دیگه از زیر پوسته پنهانی و دروغین تاریکی میاد بیرون، بر همه انسان‌ها شفاف میشه. برای ارتقا، برای رشد، برای DNA بدن باید فوتون داشته باشه. ما تمام این پلاسمایی که در بدنمون داریم انقدر تحقیقات زیبا نشون میده که ما چطور قابلیت انعطاف در مورد چه میدونم چیزهایی که به بدن ما حمله میکنه، حالا ویروس ها هستن، باکتری ها هستن، چه قابلیت های بالایی داره یک بدن وقتی که فوتونی باشه، وقتی که قدرت
فلکسیبیلیتی بالایی داشته باشه، چطوری خودش رو آلت کلینز کردن، خودش رو تمیز میکنه و دیتاکس میکنه بدون دخالت دارو، بدون اینکه نیازی باشه ما نگران برای چیزی باشیم. کافی به بدنمون اعتماد کنیم و صحیح غذا بخوریم و بعدش چه شکوفایی توی غده پینال اتفاق میفته. اون کریستال های داخل غده پینال شروع میکنن به در واقع گلو کردن، به شفافیت، به گرفتن، به فرستادن سیگنال و دریافت سیگنال و چطور DMT طبیعی یوفوریا ایجاد میکنه و حس خوشی و آرامش و اون لذت رو به وجود میاره و بعد باز بشر متوجه میشه، میگه من با همین اینکام، با همین درآمد، با همین نوع زندگی در تاریک ترین جایگاه زندگیم داشتم زندگی میکردم، چطور الان در این خوشی و سرمستیم، ثروتمندم، بی‌نیازم، راحت دارم زندگی میکنم. چرا؟ برای اینکه در اون در واقع دیواره غده پینال وقتی شروع میکنه به نورافشانی و وقتی شروع میکنه به ترشح DMT، وقتی شروع میکنه به ترشح سروتونین، ملاتونین، میشیم همون آدم هایی که اون پرسپکتیو، اون ساید این عالم هستی رو میبینیم در همین زندگیمون، در همین بدن زمینیمون و اون وقت متوجه میشیم که ما نه احتیاج به دراگز، نه احتیاج به الکل، نه احتیاج به سایکدلیک، به هیچ کدوم احتیاج نداشتیم. اونها شما کاملا درست دارین میگید ولی یه نکته که من خیلی یعنی خودم تجربه کردم، چون توی این مسافرت هایی که من رفتم حقیقتا چون خیلی کار داشتم و اینا، خیلی جاها مجبور شدم پخت گیاهی استفاده کنم، یعنی درصد میوه هم کم بود، خودم احساس میکردم و پخته که مثلا بگم در حد مثلا یه خوراک لوبیا بر خودم درست کنم، یه عدسی اینا، ولی خودم اصلا سرزنش نکردم، به خاطر که گفتم خب این الان وضعیت موقتیه، ولی یه کاری که میتونی بکنی اینه که بدنتو امتحان کن، ببین که تغییری که الان داری توی بدنت ایجاد میشه با اون موقع که خامگیاها رو مطلق بودی تفاوتش چیه. یعنی اینو من به عمل اینو متوجه شدم، چون اون اوایل گفتم نه خیلی هم عالیه، خیلی خوبه، من این کار رو سعی میکنم ادامه بدم حالا که بدن سالمی دارم، ولی چون خیلی مسافرت ها طولانی شد احساس کردم، یعنی من به محضی که پامو گذاشتم شدم خامگیاها رو مطلق و اصلا احساس کردم حتی ما پخت گیاهی هم میایم وارد همین خامگیاها رو میکنیم، بعد از یه مدتی بدنمون اگر به بدنمون آشنا باشیم و بدنمون با اون صحبت کنه احساس میکنیم اصلا خوشحال نیست. بله من قبول دارم، 100% قبول دارم. آره ما اینو بیایم مقایسه بکنیم با کسایی که میگن که ما الان گیاهخوار هستیم، هنوز وارد مرحله خامگیاهخواری نشدیم. من فقط اینو میخواستم بگم که واقعا بیاین امتحان کنید رو بدنتون، حتی برای 4 ماه 6 ماه تا اونجایی که سمزدایی کنید، اون موقع کاملا احساس میکنید که تفاوت گیاهخواری حتی با خامگیاهخواری چیه. اصلا خامگیاهخواری به نظر من اصلا یک مثل معجزه میمونه. دقیقاً. و الان مثلا این مدت من که اومدم مطلق شدم واقعا احساس میکنم که بدنم خیلی راضی و خیلی خوشحاله در موقع خدا رو شکر. بسیارم عالی، لذت بردیم. شمیلا جان ازت خیلی ممنونم. مرسی. انشالله که همیشه سلامت باشیم. دیگه صحبتی ندارم، فقط خواستم بگم همتون دوست دارم، عاشق همتون بودم، هستم و خواهم بود. همچنین، همه من از طرف همه میگم. خیلی ممنونم. میریم سراغ حسین جان و بعدشم پروانه جان عزیز و مهربان. بله اگر شما صدات مثل آدم آهنی نباشه ما خیلی دوست داریم شما صحبت کنیم. هنوز قطع و وصلی.
خب اصلا میگم صحبت مرسی. ببخشید ولی صدات برای من اینطوری میاد، نمیدونم برای بچه‌ها. درود و عرض ادب. درود دارم خدمت شما، بفرمایید. خدمت همه دوستان، من حسین هستم. خیلی وقت بود که غیبت داشتم در جمع شما. من نیستم حیف از آن عمر که با من زیستم. واسه فراوان دارم از خداوند مهربان که تو این 1 سال و 10 ماهی که تو مسیر بودم، خدا رو شکر تغییرات بسیار عالی و اساسی داشتم. 45 تایی که وزن کم کردم، قرصایی که کنار گذاشتم، اپتیک دی مصرف نمی‌کنم. با تجربه بیماری که داشتم، یادم تو 3 ماه اول همش از شما سوال می‌کردم و به خداوند مسیر رو شروع کردم. خدا رو شکر الانم حال خیلی خوبی دارم. خدا رو شکر. این پیام رسید که جلسه امروز صبح، من خیلی وقت بود از جلسات فاصله داشتم، مثلا تو خیلی کنفرانس چون شرکت نمیتونستم بکنم به دلیل زمانهایی بود که دغدغه‌هایی که بود و قسمت نبود حالا یک دوره. و خدا رو شکر امروز صبح از دیشب تصمیم بر این داشتم که امروز رو شرکت کنم تو جلسه شما. ساعت 3:30-4 بود از خواب بیدار شدم، یه مراقبه داشتم و مجدد یک استراحتی بود که قسمت شد که الانم در خدمت شما باشم. بسیار استفاده بردم از انرژی بسیار عالیتون و قربان شما، متشکر از لطفتون، ممنون از همه دوستان، از این عشقی که به هم میدین. واقعا عشق خیلی عالیه و اینکه ما این عشق رو به هم دیگه میدیم و این عشق رو به بقیه میدیم، به اطرافیان میدیم. من واقعا خیلی لذت میبرم از این مسیر و خدا رو شکر میکنم، سپاسگزار خودم و توی این مسیر قرار گرفتم و خدا رو شکر. خیلی ممنونم حسین جان. منم خوشحالم، صدات خیلی صدای شادیه. خدا رو شکر میکنم و ممنونم از اینکه مشارکت کردی عزیز دلم. صحبتی دیگه ای داری حسین جان؟ ارتباطش قطع شد حسین جان. خب اوکی، ممنونم حسین جانم، نوشتن ممنون. در خدمت پروانه جان هستیم، بفرمایید، در خدمتتونیم. درود خدمت شما پروانه جان، اگه صدای ما رو دارید بفرمایید. ما داریم به آخرای برنامه نزدیک میشیم. درود دارم خدمت شما پروانه جان. خب صداشون رو نداریم عزیزان. اگر خب خانم رویا جهانی کاجی، بفرمایید. درود دارم خدمت شما رویا جان، بفرمایید. خب اگر صحبتی ندارین عزیزانی که مهرانگیز جان بفرمایید شما. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان. سلام عرض میکنم خدمت شما فریبا جان. درود دارم خدمت شما عزیز دلم، بفرمایید. فدای شما بشم. من معروفم به مهرانگیز انباری، فکر کنم اینجوری بیشتر خاطرتون باشه. نه من شما رو خاطرم هست. فدات بشم، قربونت برم عزیزم. خدا رو شکر میکنم که شما در زندگی من هستید. خداوند من رو در مسیری قرار داد که با شما آشنا بشم و از آموزه های مفید شما تو زندگیم استفاده کنم. من پارسال از گروه خردجویان جا موندم به خاطر بیماری همسرم، اگر خاطرت بله یادمه. بله و خودتون منو دلداری دادین و آرومم کردین، خیلی ازتون متشکرم. و متاسفانه خب به لحاظ ظاهر متاسفانه 10 ماه پیش رحیم عزیزم و از دست آسمانی شدن. بله آسمانی شد. خب فقط میخوام بگم که درسته که 10 ماهی رو به سختی طی کردم و تحمل این روزها برام سخت بود، ولی یه چیزی همیشه
منو دلگرم میکرد و آروم نگه میداشت و عشقی بود که بین من و رحیم وجود داشت. خدا رو شکر میکنم که تونستم با وجود رحیم و زندگی با اون با تمام سلولای بدنم عشق رو تجربه کنم، عشق واقعی که لذت خیلی زیادی به من میده و هنوزم عشق رحیم هست. خدا رو شکر میکنم که خدا رو شکر. صداتون قطع شد. مهرنگیز جان صداتون اومد دوباره. بله بفرمایید، در خدمتتون. معذرت میخوام. خدا رو شکر میکنم به خاطر وجود نازنینش که تو زندگی من بود، ازش سپاسگزاری میکنم همیشه. من با عشق رحیم خوشبختانه تونستم که به عشق خداوند برسم، تونستم که بدون چشم داشت و اینکه چیزی از خداوند بخوام عاشقش بشم و خدا رو دوست داشته باشم. همیشه میگفتم خدایا دوستت دارم، خدایا شکرت، ولی هیچ وقت باور قلبیم نبود و شاید بیشتر موقع از روی ترس بود. ولی با عشق زمینی من تونستم به عشق خداوند برسم. واقعا نمیدونم که چجوری باید شکرگزار این همه نعمت باشم. من خدا رو شکر میکنم که با زندگی با رحیم، با این که سختی‌های زیادی کشیدم، بالا و پایین‌های زیادی داشتم، هیچ وقت یه آدم ثروتمند به لحاظ ظاهر نبودم، ولی همیشه و همیشه احساس خوشبختی و بی‌نیازی داشتم. خدا هزاران بار. نمیدونم، قشنگترین چیزو تجربه کردین دیگه، این مهمترینشه. ببینید هر چیزی رو که ما تجربه میکنیم زیباترین حسه، اون مهمه. من بعضی وقتا میمونم که اصلا چی شد، چرا خداوند منو لایق این همه خوبی و خوشبختی دونسته و من تونستم اینقدر عمیقاً همیشه از جوانیم و همینطور که سنم میرفت بالا این حسم عمیق‌تر و حقیقی‌تر میشد. همیشه احساس خوشبختی میکنم با این که در زندگی با رحیم خیلی سختی کشیدم، ولی اگر هم دوباره حق انتخاب داشته باشم فقط رحیم. بهترین اتفاقی که توی سختی هایی که توی این زندگی داشتم و باعث رشد من شد، خب بازم صداتون قطع شد عزیزم، امیدوارم بتونیم بازم با هم صحبت کنیم. خب ساعت و وقت برنامه ما تموم شد. عاشقتونم. الهی که همیشه در نور و عشق باشید، سلامت باشید، شاد زندگی کنید و این روزها نیز میگذرد و ما یاد میگیریم که چگونه پشت سر گذاشتیم و چگونه رشد کردیم و چگونه آموختیم از این ارواح پاک، از این روح‌های زیبا که زندگی رو به ما آموختن در این جهان. عاشق یکایکتونم. میدونم ساعت کاری و زندگیتون شروع شده. یه نیایش کوچولو دارم که دلم میخواد براتون توی صفحه پشتیبان گذاشتم قبلا این نیایشو، ولی دوست دارم که با صدا براتون بگم. از طرف بچه‌های مدرسه نور عشق آگاهی با همه شما خداحافظی میکنم. همه شما رو به خداوند مهربان، خداوند نور، عشق، رنگین کمان میسپارم و با این نیایش کوچیک برنامه در واقع امروز شما رو، امشب من رو پایان میدم. پروردگارا، این شب تاریک ما را به صبحی نورانی و دلانگیز تبدیل بفرما. غمها را با شادی، دردها را به درمان، قلبها را آرامش بخش و شکیبایی ما را افزون. میدانم
که این زمان نفسگیر ما برای تو کمتر از یه پلک زدن می‌گذرد. ای مهربان خالق بی همتا، سرعت ببخش، سرعت ببخش به این گذار. و میدانم مسافران ما در آغوش تو مأوا دارند و تو چقدر عزیزشان می‌داری. و ما همه فرزندان در اسارت این شیاطین تاریک، این اهریمنان را نجات یافته می‌بینیم. کمکی، لشکری از فرشتگان تو را خواهانیم. میدانم که تو از طریق خود ما عمل میکنی، پس قدرتی ده تا براندازیم این کاخ سیاه و تاریک خوناشمان را. میدانم که رهایمان نمی کنی، میدانم که دستانمان در دستان توست. نور جاری است، عشق جاری است، رحم و شفقت جاری است و ما تسلیم اراده تو هستیم. سرعت ببخش ای ایزد منان، سرعت ببخش. آمین.